من توی ایران جالبه که بدونید من آدم مذهبی بودم کاملا. سعی می‌کردم که قوانین و چارچوب مذهبم رو تا اونجا که میشه رعایت کنم. به خاطر همین خب در دنبال این قضیه خب سوالاتی هم پیش می اومد. تصمیم گرفتم که قرآن رو بخونم. قرآن رو خوندم. خب اوایلش یه مقدار برام جالب بود. ترجمه فارسیش رو خوندم چون همیشه عربی میخوندیم، چیزی نمیفهمیدیم. ولی وقتی که فارسیش رو خوندم خیلی برام جالب نبود. بیشتر ترسیدم از زندگی، بیشتر از مرگ ترسیدم. در این ترس‌ها بود که پرسش‌های اساسی در تانیا درباره اعتقادش به اسلام شکل گرفت. چرا در اسلام به آدم‌ها بیشتر پرداخته می‌شود تا خود خداوند؟ از طرفی خواهر منم که سالها پیش ایماندار شده بود، من حتی با اون برخورد کرده بودم که چرا از یه دین کامل فلش بک زدی به یه دینی که خب اون هم دینی بوده ولی خب کامل نبوده، اسلام کامل تر بوده، ولی خب ایشون عقاید خودش رو داشت و بعد از اونم که خارج شد از ایران به خاطر مشکلاتی که نسبت به اون راهی که رفته بود داشت. در همین راستا او با یکی از بستگانش که مسیحی بود به گفتگو پرداخت. در همین دیدارها بود که تانیا کتاب مقدس را برای اولین بار دریافت کرد. همراه اون کتاب مسیحیت چیست رو به من داد و من ترجیح دادم چون عنوانش مسیحیت چیست سوالی بود. من گفتم که خب پس بهتره اول بدونم چیزی رو که میخوام بدونم راجع به چی صحبت کرده. خب قاعدتا اون رو خوندم، جلب شدم. تانیا در همان آغاز با سختی شریعت کتاب مقدس و اجرای آن روبرو شد. بعد اومدیم توی در واقع خوندن انجیل رو که خوندم توی انجیل یوحنا، چیزی که باعث شد واقعا اون دوتا موردی رو که در موقع خوندن کتاب مقدس برام پیش اومده بود یه جورایی منو تکون داد و حس کردم که تحول، یعنی یه دگرگونی خیلی بزرگی در من به وجود آورد. انجیل یوحنا 7:18 بود که هر کسی که خودش رو جلال بده در واقع خداوند رو داره رد میکنه و فقط باید خداوند جلال پیدا کنه. کلام خدا باعث شد تا او بیشتر به تفاوت عمیق بین خدای اسلام و خدای مسیحیت پی ببرد. زمانی رسید که حس کردم با تمام وجود واقعا مسیح در قلب منه. حتی طوری شده بود که با شوهرم بحث میکردیم. اون آدم مذهبی نبود ولی خب اون هم میگفتش که حالا چه این چه اون فرقی نمیکنه این اون. بعد با اون وارد بحث میشدم، گفتم نه این خیلی فرق داره. خداوند لباس انسان پوشید اومد، یه هدفی داشته. آخه نمیشه که این دنیا با این همه عظمتش همه بعداً برن اونجا هی ذوب شن، هی ساخته شن، هی ذوب بشن، هی ساخته بشن، آخرم هیچی. و همش انسان باید با ترس از مرگ در واقع زندگی بکنه. مشارکت با دیگر ایمانداران تانیا را بیشتر جذب خداوند می‌کرد و تانیا تصمیم گرفت تا دعاهای مزامیر را برای همسرش بخواند تا شاید از این راه او را به خواندن کتاب مقدس علاقه‌مند کند. خلاصه یه چند دفعه من یه دو سه دفعه این کارو کردم. بعد گفتم دیگه بذارم به حال خودشون. یه روز از بیرون من اومدم دیدم شوهرم یواشکی انجیل رو برداشته داره یادداشت برمی‌داره از همون قسمت مزامیر. گاره اینا خیلی جالبه، خوشم اومده و اینا که همینطور ادامه داشت. گاهن حالا شوهرم شرکت نمی‌کرد ولی خب من خودم میرفتم جلسات. بعضی وقتی که میگم حالا هر یه هفته یا 10 روزی که بود. متاسفانه از طریق یکی از به نوعی باز نزدیکان و بستگان ما دچار مشکل شدیم و مجبور شدیم که از ایران خارج بشیم. تانیا به همراه همسر و فرزندش مجبور به ترک ایران شدند. همسر او پس از ورود به آلمان نیز درباره شناخت خداوند کنجکاو بود. بعد که وارد آلمان شدیم، بعد توی کمپ آمریکایی‌ها ما بودیم. اونجا شبا با یکی از برادران به نام پارسا در واقع جلسات تشکیل میدادیم. بعد با ایشون خیلی بحث کرد. خب عقاید میگفت من تعصب خاصی نسبت به اسلام ندارم ولی خب این یعنی که چی؟ اینم مثلا اینم برام جا نمیفته و اگر که این مذهب عقاید ما اشتباه بوده خب ما الان سالیان سالهاست، هزاران ساله که آبا اجداد ما این قضیه دارن، چطور هیچکی نفهمیده تا حالا این قضیه مشکل داره. که خلاصه با ایشون خیلی بحث کردن
و یه شب ایشون براشون دعا کرد که امیدوارم که خداوند حقیقت خودش رو به شما نشون بده، که خوشبختانه ایشون خواب دیدن و خود عیسی مسیح رو به طور مستقیم ملاقات کردن. همسر و فرزند تانیا به عیسی مسیح ایمان آوردند و در کلیسا در حال رشد در ایمان خود هستند. خدا رو شکر اونها هم ایماندار هستن. در مورد خود من در واقع میتونم بگم باز توی انجیل یوحنا عیسی مسیح میگن که باد وقتی که میاد شما صداشو میشنوی ولی نمیدونی از کجا میاد و به کجا میره. دقیقاً در من یه همچین اتفاقی افتاد. من خیلی با خودم سر کله نزدم، خیلی کلنجار نرفتم واسه ایمان آوردن، فقط زمانی به خودم اومدم که دیدم، حس کردم خدای واقعی رو پیدا کردم.